مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. دنیا در همین قاعده هست. برای چی سخنهای حضرت سعدی را فراموش کرده؟ من برای شما خوانده بودم امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند. حضرت گفتن ببین امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. حتی برادر جانیش هستی، یا گویم برادری که از یک مادر یک پدرش هستی، پول نداری تو برادر اون نیستی. امروز در همین تجربه حیاتی های شما ندید، همت میدانین که در خانه های وجود دارد که یک بچه دولت دارد، بچه دویمش دولت ندارد. همون پدر مادر با دولت چه دوست میدارد، کم بغل چه دوست نمیدارد. همین شما نمیدانین، همت میدانین. همون برادر دولت دار گپی او سخنی او تاثیر دارد.